خب این ویدیو که میبینید باغچه خونم هست. من خیلی علاقه‌مندم به این که تجربه کنم کاشتن و برداشت کردن و حتی اگه مصرف نکنم و بدمش به آدمای دیگه که اونو استفاده بکنن. لذت داره دیگه، یه چیزی رو پرورش بدی، ثمرش رو ببینی و نتیجهش رو برداشت بکنی. این حس تو من خیلی زیاده و یه قسمت از باغچه‌م رو اختصاص دادم به سبزیجات. محصولات دیگه هم از قدیم داریم که من حتما اونا رو تو این چنل به اشتراک میذارم تا شما هم لذت ببریم. جالبه بهتون بگم یکی از کارهایی که خیلی به من لذت میده سبک زندگی گذشته است. یعنی آدمایی که تو گذشته و به صورت سنتی زندگی میکردن و دوست دارم و دوست دارم تو زندگی خودم هم داشته باشم. حالا ویدیوهاشو بیشتر اینجا با هم دیگه میبینیم.